آماج قرار دادن غیر نظامیان در افغانستان لکه ننگ بر جبین رژیم نظامی پاکستان است که شب گذشته یک بار دیگر پررنگتر شد. رژیم نظامی پاکستان 36 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر و در نیمه‌های شب گذشته شهید و 163 تن دیگر را به شدت زخمی ساخت. امارت اسلامی این حمله‌ها را جنایت بشری دانسته و از پاسخ کوبنده در زمان مناسب سخن زد. وزارت امور خارجه کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و اعتراضنامه خود را به وی سپرد. سلام، به تحلیل یک خوش آمدید. من اسماعیل سادات میزبان شما هستم. برای بحث بیشتر در این باره همراه میشویم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل. آقای فاطمی، شما را به تحلیل یک خوش آمدید میگیم. پاکستان با آماج قرار دادن غیر نظامیان چی را میخواهد ثابت بسازه و به دنبال چی است به نظرتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای سادات و بیننده های سرویس خبری شما. با این عمل پاکستان میخواد که امو هژمونی خود، یعنی قدرت خود در منطقه ثابت کنه. بازی جدیدی را که در دنیا با پیش انداخته، تازه خبرهای پاکستانی را که بشنوین، اونا میگن که ما یک قدرت بین المللی شدیم، یک قدرت نظامی هستیم. چرا که میخواد با ایران خود برابر کنه؟ بنان در این لباس اونا فکر میکنن وقتی که تو یک قدرت نظامی و بین المللی میشی باید حمله کنی، باید بزنی، باید بکوبی تا خود ثابت کنی، در حالی که با این انسان ثابت نمیشه. چرا که اگر بدون دلیل موجه باشه، بدون اهداف درست باشه و کشتن مردم بیگناه باشه، به عوضی که به مقام حیثیت شما اضافه کنه، شما را تذلیل میکنه پایین، و پاکستان داره خودش تذلیل میکنه. برای این حمله اینا قبلا هم یک سیناریو قبلا جور کرده بودن. به تاریخ 27 جون اینا یک راپور نشر کردن که در اون راپور گفتن که بالای سجل رنجرز کمپ گلستان جوهر بلاک 5 در کراچی به ذریعه یک عمل انتحاری استشهادی را از خاطر نمیگم که فکر میکنم این کار خود از اینا کرده، از این خاطر من میگم انتحاری است. این انجام شد و در نتیجه از 3 رنجر کشته شد، 3 انتحاریان کشته شد و 4 نفر زخمی شد و 1 نفر بچ ماند و اون نفر اینا زنده گرفتن و اون نفر افغان بود. خب بنابراین شما که امیر بشنوین، کسی که درک مسائل داشته باشه دیسی حس میکنه که کدام بازی در اینجا در جریان است. من مجرد که همین خبر شنیدم، چینل های پاکستانی گفت که در جوهر گلستان کراچی عملیات صورت گرفته، وام در بلاک 5 و عملیات انتحاری بوده و 1 افغان گرفتیم که او اقرارم وقت کرد و گفت که از کجا آمده و در کجای پلانا را جور کرده و ما اونمو جایا را هدف قرار میتیم پاکستانی ها. و شما دیدین که امروز 3 روز بعد به تاریخ 29 یعنی به تاریخ 28 دیروز اینا عملیات انجام دادن و پکتیا، پکتیکا و پکتیکا کنر را زدن که در او دو عملیات در زمانهای مختلف انجام دادن. 1 عمل انجام دادن، خانه‌های مردم را بمبارد کردن، مردم مظلوم را کشتن. وقتی که مردم از خواب سنگین بیدار شدن، دویده به طرف ازی که کسی زخمی سو خانه ها افتاده که را بکشن. وقتی که هجوم مردم جور شد، مردم قریه، دوباره 25 دقیقه بعد پاکستان دوباره آمد و بمبارد کرد. کسایی که برای نجات افراد آمده بودن اونا را هم بمبارد یعنی کردن. آقای فاطمی شما میگین که این حمله که در پاکستان انجام شد، حمله انتحاری، او سازماندهی شده بوده به خاطر از اینکه بهانه شود برای حملات پاکستان در افغانستان؟ بله، این به کلی برنامه‌ریزی شده بود. شما یادتان است یک چند ماه قبل در یک روز جمعه در یک مسجد امام بارگاه در اسلام آباد هم یک واقعه شده بود که در اون وقت ما گفته بودیم که کار خودشان است و حتی سیاسیون پاکستانی هم آمدن، حتی هم رهبرای اهل تشیع هم آمدن گفتن که کار حکومت خود پاکستان است، از خاطر که بالای افغانستان حمله کنن او را جور کرده بودن و گفتن که در اونجا هم گفتن که اون نفری که کار کرده او از افغانستان آمده بود. بنان آمدن سر کابل هم بمبارد کردن، در قندار هم بمبارد کردن و در نورستان و کنر هم بمبارد کردن. آقای فاطمی، بله آقای فاطمی، به نظرتان پاکستان با آماج قرار دادن کودکان، زنان و غیر نظامیان میتونه امنیت در اسلام آباد تامین کنه؟ امنیت تامین کرده نمیتونن. اینا وقتی که این سناریو رو جور میکنن و
و باز یک افغان دو زندان میبره، او را تحقیق هم میکنه، وقت اقرار هم میکنه. این افغانای مظلوم ما شما یا کت از اینا بندی هستن به یک جرم، او را میگیرن میزنن میکوبن، باز از او یک کلپ جور میکنن که بگو که من این جریان بودم، قبول کو که من این جریان بودم ولی که اونجا نبوده باشه. یا کدام افغان را از سر راه مهاجر میگیرن میزنن میبرن میکوبن به این رقم و این رس مستند میسازن، باز این را در شورای امنیت هم پیش میکنن، در امریکا هم در اروپا هم. و شما دیدین که کایا کالاس ما دفعه گذشته که عملیات در پاکستان صورت گرفت، اونا افغانستان متهم کردن چون که پاکستان به این رقم اسناد جعلی جور میکنه، او را پیش میکنه و بعدا حمله میکنه و حمله را که کرد باز او کشورها را میگه که این بالای ما حمله صورت گرفت، این افغان است، ما ثبوت داریم که این حمله در افغانستان شده، ما دفاع کردیم. بنان دنیا هم پاکستان تقبیح نمیکنه چون که نظام ما در افغانستان که است او به مترتیبی که باید این موضوعات جواب داده شود جواب داده نمیشه. ما اسناد داریم، ما نفر داریم، ما افراد گرفتار کردیم از پاکستان از داعش اینا، اما آیا ما به دنیا پیش کردیم؟ مشکلش چی است آقای فاطمی؟ راه حل چی است؟ چی پیش روی کرده باید در پیش گرفته شود؟ ببینن فعلا ما راه حل اولی که داریم، اولا باید سفیر تنها خواسته نشه، باید دیمارش شود. دیمارش به معنی ازی است که ای باید از کشور کشیده شود. این قدم اول است تا دنیا متوجه شود که امارت اسلامی دیپلمات پاکستانی را از کشور کشید، دیمارش کرد. این تاثیر بسیار قوی داره در تمام دنیا، آوازه میشه. حال آوازه نیست، حال پاکستان آمد تو رزد و رفت، هیچ دنیا خبر نداره، دنیا ارزش هم نمیده. خون ما و شما و خون مردم فلسطین برای اسرائیل و برای پاکستان مباح شده. دیگه ای است که خود مستقیما فتوا دادن برای امارت ضرر میکنه، اما داخل پاکستان فتوا در مقابل نظام دادن و مردم به قیام چیزه ای امکان داره امارت اسلامی کار کرده میتونه. قدم سومی است که همین تجهیزات و لوازم نظامی را که از روسیه و از هند به دست آوردن این را باید فعال کنن. گفته شد که طیاره ها بعضی فعال شده، گفته شد که طیاره ها به دست آمده، گفته شد که میزایل به دست آوردن. شدیداً باید یک عکس العمل نشان داده شود، زده شود تا پاکستان بفهمه، چرا که در پاکستان برای ما شرایط بسیار مساعد است، اونجا با آسانی نظام زده میتونیم. مردم بلوچستان قیام کردن استاده هستند، مردم پشتون استاده هستند، مردم کشمیر استاده هستند، مردم سند استاده هستند. در افغانستان خو الحمدلله کدام پاکتی وجود نداره. آن پاکستان میخواد که برای او کار کنه، این ساحایی را که بمبارد میکنه این مردم ملکی را چرا میزنه؟ از خاطر که مناطق مردم ملکی که وقتی یک بار دو بار بمبارد شود اولادکای خود میگیرن، مال خود میگیرن، منطقه را خالی میکنن، چرا میگن زیر بمبارد هستیم. و این چیزی است که پاکستان پلان داره که مناطق خالی شود و نه از این طریق برای آشوبگری به افغانستان را پیدا کنن. اما برنامه جدیدی را که برای وقت تابستان در افغانستان دارن که 4000 نفر را ترینینگ کردن و این را به ولایت‌های مختلف بالخصوص بدخشان و تخار و کندوز و بغلان پروگرام دارن که اینا را انتقال بدن و آشوبگری را شروع کنن. این جزئی از نمو برنامه‌های آشوبگری است. از همین خاطر برش اول یک برنامه جور کردن. تنها این نیست که در اونجا این عملیات کردن، یک عملیات دیگر هم در مکران کردن، در پنجگور بالای کمپ FC خود کردن، اونجا هم عمل انتحاری انجام دادن و باز گفتن که افغانستان کردن. یعنی این سناریو رو اول جور میکنن، بعد از او باز اقدام میکنن، راه را پاک میکنن تا انتقالات کنن تا افغانستان به طرف آشوبگری ببرن. امارت اسلامی طور که لازم بود اقدامات نکرده، با صرف آمدن ذبیح الله مجاهد که دو کلمه را بگویا که او را کسی نمیشته و نبرش ارزش میته، این مسئله حل نمیشه که بیا ما تقبیه میکنیم و در وقت مناسب جوابش میدیم. بله آقای فاطمی، دقیقاً میخوایم این پرسش مطرح کنیم، چی اقدام بهتر است که از سوی امارت اسلامی انجام شود، نظامی یا دیپلماتیک؟ اگر اشاره به نظامی دارین و اگر به دیپلماتیک از کدام شیوه؟ اردو پهلو در پهلو باید شود. پاکستان ببینن هم دیپلماتیک پیش میبره هم نظامی را. در نظامی برای خود اسناد جور میکنه، در دیپلماتیک او را پیش میکنه. ما همچنان در دیپلماتیک باید سفیرش بکشیم، ما همچنان باید امی واقع رخ داده امو صحنه ها کلگی فیلم برداری شد که در اینجا هیچ کدام کمپی وجود نداره، مردم عام زدن
و این اسناد به اروپا، به امریکا، به کشورهای منطقه باید برسانیم. کی برسانه و در این حال عملیات نظامی را بر علیه از این عملیات انجام بدیم. یعنی ما هم نظامی باید عمل کنیم و هم دیپلماتی. آقای فاطمی، این اسناد کی برسانه؟ افغانستان به رسمیت شناخته نشده. افغانستان نماینده در سازمان ملل از سوی امارات البته نداره. چگونه این اسناد میتونه برسه؟ از کدام طریق، از کدام اجراها؟ این مشکل نیست. در این مسائل مشکل ندارین که به رسمیت شناخته شده باشه. نه، با کمیته های بین المللی حقوق بشر، امنیستی اینترنشنال، ICC، هر یک فرد عادیان میتونه اسناد بگیره ببره و بسپاره که این جنایت در دنیا رخ داده. میمانه در شورای امنیت 2 بار دمی امسال دمی 6 ماه گذشته 2 بار هندوستان قضیه شما را در شورای امنیت بالا کرده. هندوستان به خوشی اسناد را که شما به هندوستان بسپارین، هندوستان به خوشی او اسناد در شورای امنیت مطرح میکنه و دیگه اعضا او را تقسیم میکنه. روسیه را شما اسناد بسپارین، روسیه به بسیار خوشی اسناد برتان میگیره و در سطح جهان برتان به پیش میکنه. بنان ما باید کار کنیم. این را باید بهانه نگیریم که ما را دنیا به رسمیت نشناخته. اگر نشناخته مشکل کسی و مشکل از ما است. ما خود در بنبست قرار دادیم و میگم دنیا ما را به رسمیت نشناخته. تو امروز هم این مسائل مکتب حل و قانون اساسی را بده دامن نظام توسیع کو، دنیا به رسمیت میشناسید یا نمیشناسید؟ خود ما مشکلات با خود خلق کردیم. ملت ما دار قربانی میتای مسئولیت عزیز در گردن کی است؟ امی زعیمی که در قندهار نشسته این مسئول نیست. این به نزد خدا مسئول است. هر فردی که کشته میشه این مسئول است. در این وقت باید دو از قندار برای بیاید در کنار بالای کوه استاده شود و اعلان جنگ بر علیه پاکستان کنه. شما ببینید که چقدر مردم از داخل افغانستان و چقدر از آن طرف خط دیورند در پالوی امی زعیم امار اسلامی استاده میشن. نمیکنن. ذبیح الله مجاهد چی کاره است که میاد صدای خود بلند میکنه؟ به عنوان سخنگوی حکومت افغانستان میتونن اظهار نظر داشته باشن آقای فاطمی؟ ببین، به اظهار نظر سخنگوی دنیا ارزش نمیده. موقف یک حکومت است. در این مقاطع خود زعیم میای استاده میشه، در این مقاطع صدر اعظم میای استاد میشه. وزیر رئیس الوزرای ما شما خود کجا است؟ میشناسینش؟ کی است؟ بله. چی کرد در این مقطعی که ملت ما اولاد کشته میشه؟ 1 نفر که کشته میشه حکومت مسئولش است. 36 نفر شهید شده، 167 نفر زخمی شده. باید صدای ملت بشنون، باید براین، باید سر کوه ها استاده شون و گفته های ذبیح الله مجاهد دیگه ما فریب نمیخوریم. بسیار تشکر. آقای فاطمی، اگه اشاره به این هم داشته باشیم، یونما قبلا گزارش های از جان باختن غیر نظامیان در حمله های رژیم نظامی پاکستان منتشر کرده است. البته صدای افغانستان بر جهان رسیده ولی جهان خاموش بوده. دلیل خاصی داره به نظرتان؟ دلیلی داره که پاکستان اسناد جعلی پیش میکنه. اسناد نمی رقم که افغان اینا میگن زنده گرفتیم که بیچاره را از کجا آورده باشن، چه غلط و کوب کرده باشن تا از اقرار گرفتن. اونو را مستند میسازن. وقتی که در شورای امنیت سرش انتقاد میشه که تو چرا سر افغانستان حمله کردی، میگه ما از خود دفاع کردیم. اگه امریکا حق داره که از خود دفاع کنه، اگه اسرائیل حق داره که از خود دفاع کنه، ما هم حق داریم از خود دفاع کنیم. این سند ما است. خب اینجا یونما میگه که غیر نظامیا در افغانستان جان باختن، شهید شدن. خب این سند نمیتونه معتبر باشه نسبت به او اسنادی که پاکستان رها میکنه؟ خب ببینید، در اونجا در شورای امنیت یونما راپور پیش میکنه، عضو هیئت پاکستان نشسته می باشه و هم نظر خدا بنان اگه کاملا چیز نشه خنثی میسازه. امی خنثی ساختن غلط است. افغانستان باید کار کنه. افغانستان همچنان باید اسناد پیش کنه تا او طرف بزنه که نه تو دروغ میگی و این جنایت صورت گرفته. یونما خو یک راپور عمومی میته. یونما خودش به کنر نرفتنی. بله. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در تحلیل یک سپاسگزاریم. همکارم بلال آریان در مورد آخرین جزئیات حملات رژیم نظامی پاکستان بر بخشی از افغانستان گزارش تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم. ناوقت شب گذشته رژیم نظامی پاکستان بار دیگر بر خاک افغانستان تعرض کرد و این بار نیز ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر را مورد حمله‌های شدید هوایی قرار داد. د پاکستان متجاوز پوځي رژیم تیر شپه یو ځل بیا په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د عامو ولسي خلکو کورونه پناه کړل.
په دې وحشانه بریدونو او بمبار کې د ښځو او ماشومانو په شمول تر دې مهاله 16 تنه په شهادت رسېدلي او 143 تنه کلیوال ټپیان شوي دي او 3 بابه کورونه هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي. د دې ترڅنګ خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي. در نخست ولایت پکتیا ولسوالی سمکنه قریه مندوخیل توسط جنگنده های رژیم نظامی پاکستان بمباران می شود و خانه های ملکی آماج قرار می گیرد. در این حمله یک فرد کهنسال و یک کودک جان خود را از دست می دهند و دیگر اعضای خانواده زخمی می شوند. چند از 2 بجو چردون حمله وشوه او مون کمک لپاره هغه ځای ته ورسېدو. نور ملګري را سره وکنه موږ سپین ږیرو او زنانه او هغه مې ایستل او زه خپله یو دوه سپین ږیري اوسه پخوا عمر خلک یو زه و چې هغه سپین ږیره و تر خاورې لاندې و هغه مې راوباسه چې دا مې بیا هم برید وشو. پس از این حمله باشندگان محل برای کمک رسانی به جانباختگان و زخمیان به محل رویداد می آیند و رژیم نظامی پاکستان آنان را نیز مورد حمله قرار می دهد. این بار 28 تن کشته و 158 تن دیگر زخمی می شوند. چند بار بمبار شد؟ تقریبا اول یو ځلې بمبار کیږي کور هم دغه دوباره چې خلک بیرته د سیمې خلک راځي دلته د دوی د ژغورلو دپاره د همکارۍ او د مرستې دپاره بیرته دلته بیا تیاره راګرځي بیرته په همدغه خلکو باندې بیرته همدغه ژغورلو خلکو ټیمونو باندې. مروت نام دارد، از بستگان قربانیان است. 5 تن از اعضای خانواده اش در حمله شب گذشته رژیم نظامی کشته و زخمی شدند. نور د ویلو څه توان نه لرم چې زه داسې تشریح وکړم که نه، نو د نړیوال نه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی د سره د پاکستان فوج سره په کلکه دا وغندي، په کلکه یې غوښتنه وکړي، په کلکه یې ځواب ورکړي چې مقصد تاسې داسې ولې وحشانه عمل نه کوئ. پس از آن رژیم نظامی پاکستان ولایت پکتیکا ولسوالی گیان قریب الوسط را هدف قرار می‌دهد و خانه‌های ملکی را بمباران می‌کند. بر اساس آمار و ارقام 6 تن که بیشتر آن زنان و کودکان هستند جان می‌بازند. وګړي یو دوه پاتې شوي، نور ټول څه زخمیان څه شهیدان څه چې مونږ راتلو ته وخته پورې د خاورو لاندې وو او 10 بجې ټیم و چې کله بیا د کام والا خلک راغلل چې خلک وژغوري او دوباره چې راغلل بیا به بیرحمه بمبار وکړ. در حمله سوم این رژیم ولایت کنر ولسوالی منوره قریب رولو هدف قرار می‌گیرد. این حمله که بر یک خانه فرد ملکی صورت گرفته تلفات جانی در پی نداشته، اما خانه‌های مسکونی به شدت ویران شده و خسارات مالی وارد شده است. په د پاکستان دغه اجیر د پنجاب هم دغه بیرحمه پوج ارزي په ملګي وګړو حمله کوي، عام خلک په شهادت رسوي، ماشومان طلب کوي، زنانو بیرحمه وژني و شهیدان کوي. باورها بر این است که رژیم نظامی پاکستان با انجام حمله ها بر خاک افغانستان و هدف قرار دادن فردهای ملکی تلاش می‌کند ناکامی‌های امنیتی و سیاسی خود را پنهان کند. این در حالی است که تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک گروه مخالف حکومت اسلام آباد در داخل خاک پاکستان فعالیت دارد و حتی پایگاه‌های نظامی این کشور را هدف قرار می‌دهد. پرسش اساسی این است که چرا پاکستان به جای مهار تهدیدهای داخلی خود غیر نظامیان افغانستان را آماج قرار می دهد. بر اساس گفته‌های مقام‌های امارت اسلامی این رویکرد نشان دهنده ناتوانی پاکستان در حل بحران‌های داخلی و تلاش برای انتقال مسئولیت ناکامی‌هایش به کشورهای. رژیم نظامی پاکستان ناوقت شب گذشته یک بار دیگر خاک افغانستان را آماج حملات هوایی قرار داد و پکتیکا، کنر و پکتیا را آماج حملات هوایی قرار داد. اینا مردم محل هستند و مردمانی هستند که تمامشان ملکی هستند، زنان، کودکان و افراد کهنسال هم حضور دارند. زمانی که حمله نخست صورت میگیره مردم محل جمع میشن تا به مردمی که مجروح شدن و زیرآوار گیر کردن کمک بکنن. رژیم نظامی پاکستان بار دیگر این افراد را آماج حمله قرار میده و بیشتر این افرادی که به خاطر کمک آمدن و افراد محل هستند اینا را هم آماج حمله قرار میده. بلال آریان، تلویزیون 1، کابل. و به همین ترتیب میرسیم به پایان تحلیل یک امشب ما. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.